درود هموطنان عزیز، به فروشگاه محصولات بومی محلی و سنتی استان گیلان پویای کاسپین خوش اومدید. در این ویدیو و چند ویدئوی آتی قصد داریم در رابطه با یکی از کهن‌ترین و اصیل‌ترین صنایع دستی استان گیلان با همدیگه صحبت بکنیم. در سفر به استان‌های شمالی قطعاً در فروشگاه‌های صنایع دستی چنین ظرفی رو دیدید و مشاهده کردید. این ظرف رو در اصطلاح محلی بهش گمج میگن. گمج در حقیقت یه ظرف سفالی هست که از خاک رس قرمز رنگ ساخته میشه و در کوره پخته میشه و نهایتاً روش هم لعابی اعمال میشه. این ظرف رو بیشتر برای پخت غذاهای آبکی و خورشت‌ها استفاده میکنن و غذاهای بسیار خوشمزه‌ای داخل اون تهیه میشه. دلیلش هم این هست که این ظرف سفالی برخلاف دیگ‌ها و ظروف فلزی حرارت رو آرام آرام به ماده غذایی داخل خودش منتقل میکنه و باعث میشه اون ماده غذایی هم مغز پخت بشه، هم مواد مغذیش حفظ بشه و ارزش غذایی بالاتری داشته باشه. این ظرف رو گفتیم بهش گمج میگن که در حقیقت این قسمت پایین و حالت قابلمه شکلش هست و درش رو در اصطلاح محلی بهش نخون میگن که این مجموعه میشه گمج و نخون که یک ظرف کامل هست. اما برای اینکه گمج بتونه تنش‌های حرارتی رو تحمل بکنه، چون به هر حال مثل فلز نیست و سفال هست، ته اون رو به شکل کروی و گنبدی شکل میسازن. این باعث میشه که رو اجاق گازها به راحتی و به خوبی میمونه، اما روی سطوح صاف میبینیم که پایداری کافی رو نداره و معمولا به حالت کج میمونه. برای اینکه این اتفاق نیفته، مخصوصا زمانی که گمج داخلش ماده غذایی هست و کج موندنش ممکنه باعث ریختن ماده غذایی بشه و همینطور اینکه گمج حرارت رو آرام آرام به ماده غذایی منتقل میکنه و در زمان برداشته شدن از شعله آرام آرام خنک میشه. بنابراین وقتی این رو ما میاریم سر سفره، درش رو برداریم، میبینید که همچنان تا دقایقی خورش ما، ماده غذایی ما در حال جوشش هست و آرام آرام خنک میشه. بنابراین نمیتونیم اون رو مستقیم روی فرش، روی سفره، روی میز قرار بدیم. برای حل این موضوع از یک دست ساخته محلی که اون هم از الیاف گیاهان بومی ساخته میشه تحت عنوان گمجدانه استفاده میشه و ظرف گمج روی گمجدانه قرار میگیره و بسیار محکم و پایدار در جای خودش قرار میگیره. اما با توجه به اینکه این ظرف سفالی هست و در مقابل ضربه ها آسیب میبینه، ممکنه بچه ها به هر حال با این بازی بکنن و بیفته و بشکنه و اتفاقات بدی براش بیفته، نیاکان ما وسیله دیگه‌ای، دستبافته دیگه‌ای رو اختراع کردن و استفاده میکنن که اونم از الیاف گیاهی بافته میشه و بعضی مواقع مثل این که الان من اینجا دارم و مشاهده میکنیم برای زیبایی داخلش از نوارهای پارچه‌ای هم استفاده میشه. این وسیله رو در اصطلاح محلی بهش جوت میگن. همونطور که اینجا میبینید گمج در وسط جوت قرار میگیره و از یک نقطه مرتفع به این شکل آویزون میشه. علاوه بر این که این جوت در حفظ این ظرف ارزشمند کمک میکنه، باعث زیبایی هم هست و در خونه های سنتی استان گیلان به عنوان یک تزیین از ایوون خونه آویزونش میکردن. در ویدیوهای آتی مطالب دیگه‌ای رو در خصوص گمج، انواع اون و سایزهای مختلف اون برای شما بیان میکنیم. با ما همراه باشید.